رشید یه دختر داره. یعنی اون دختر خواهر من میشه. جون هر دومون در خطره. باید بهمون کمک کنی. من برای چی باید بهت کمک کنم؟ ابله احمق. چون دشمنمون یکیه. به همون اندازه که جون من و خواهرم در خطره، تو و دخترتم تو خطر هستین. میفهمی؟ چرا داری مزخرف میگی سلیم؟ آخه دشمن مشترکمون دیگه کیه؟ ببین، تو آشنا زیاد داری. اگه بخوای میتونی پیداش کنی. کمک کن گوگچر پیدا کنم. یعنی چی؟ چرا کمکت کنم؟ فکر کنم یادت رفته من تو رو از اون سوراخ آوردم بیرون. بهت یه زندگی جدید و یه هویت دادم. الان به لطف من داری تو فلوریدا خوش میگذرونی. واسه همینم حرف مفت نزن. ضمن گوگچر خواهر تو هم هست. سلیم علامه.